فکر میکردم از دست دادن حیات وحش خیلی دوره. بعد برای اولین بار یه سایولا دیدم. بذارید بهتون نشون بدم ویتنام داره چی رو از دست میده و اونم خیلی سریع. ویتنام خونه بعضی از کمیابترین حیواناست. خیلی هاشون فقط اینجا یا نزدیک اینجا پیدا میشن. با دوک لانگور آشنا بشید. بهش لانگور پاک ارمز هم میگن. یه میمون فوق‌العاده که الان در خطر انقراضه. گبون سیکی با نرای سیاه و مادای نارنجی داره از بالای درختا ناپدید میشه. شوروتین پشت نقره‌ای سال دیگه دوباره پیدا شد. سایولا تک شاخ آسیایی اینقدر خجالتیه که به زور میشناسیمش. پستاندارای بزرگ هم هنوز هستن. خرسای سیاه آسیایی با سینه‌های هلالیشون. جمعیت‌های کوچیکی از فیلای آسیایی تو پارکایی مثل یوکدون، بقیه‌شون تو جنگلای کوچیک شده گیر افتادن. خزنده‌ها و دوزیست‌ها هم امن نیستن. تمساح سیامی، لاک پشت چرمی، منقار عقابی تو جزایری مثل کوندایو تخمگذاری میکنن. ویتنام تقریباً 889 گونه پرنده داره، از سسکای دم قرنز گرفته تا تروگون‌های رنگارنگ، به علاوه پرنده آبزی مهاجر تو دلتای مکوینگ. اما حقیقت تلخ اینه حدود 10% از حیات وحش ویتنام در خطر انقراضه. از دست دادن زیستگاه به خاطر جنگل زدایی و توسعه شکار غیر قانونی و تجارت حیات وحش، تغییرات آب و هوایی که سواحل و کوه‌ها رو از بین میبره. خبر خوب، پارکای ملی یه راه نجاتن. فونگنها که بانگ کوک، فوتوینک، کت تینو بگی. محافظت از اونا هنوز میتونه اوضاع رو برگردونه. متوقف کردن تجارت غیرقانونی، حمایت از جوامع محلی، حیات وحش. ویتنام مهمه، غیر قابل جایگزینه، تایم 5 و ارزش جنگیدن رو داره.